سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک دوستان عزیز، دوستان حمایت کننده کانال ارز طلایی. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بنده محسن پورمست هستم، استاد شما، البته کوچیک شما هم هستم. امروز منو به بزرگواری خودتون قبول کنید و استاد خودتون بدونید و در روزهای عادی من استاد شما نیستم و شما استاد من هستید. امروز با چند تا از صرافی ها میخوایم سر و کله داشته باشیم. صرافی های ایرانی مانند اومپی فینیکس، نوبیتکس و صرافی رمزینکس ایرانی. حالا از این بخش ما کاری نداریم. از این بخش ما فقط با صرافی سروش کار داریم. صرافی خارجی معتبر که تنها صرافی است که با ایرانی ها سر و کله داره. فعلا با تحریم های ایرانی که ما داریم سر و کله میزنیم. سروش با ما هیچ کاری نداره، بلکه مجوز رسمی هم داره. وارد سروش میشیم. البته سروش ایکس است داخل فروشگاه پلی و گوگل پلی. میتونید همون بهتره بگم میتونید از اونجا دانلود کنید. دوستان توجه کنید که بنده قبلا ثبت نام کردم. از این بخشی که میبینید برای شما این بخش ورود داره، این بخش ثبت نام داره. کسانی که مثل من قبلا ثبت نام کردن ایمیل و یا بدن جیمیلشون رو میزنن، کدشون رو میزنن، واردش میشن. و این که دوستانی که ثبت نام نکردن از قبل میان یه جیمیل ایمیلی میزنن، میان اونجا بعد وای میستن، یه رمز امنیتی میزنن و قسمت بعد به ایمیلشون یه پیامک میره و اون پیامک رو وارد میکنن و وارد صرافی خودشون میشن، یا بهتره بگم اکانت خودشون میشن. دوستان اینجا چند تا آیکون داریم که این پایین هم چند تا آیکون داریم که ما بهشون رسیدگی خواهیم کرد که اصلا اینا چیه. این قسمت ترند ها رو نشون میده، بهتریناش کدومن، چیا خرید و فروش زیاد داشته، چیا برترن. این ور بیشتر سودای امروز، چند ساعت اخیر، چند روز اخیر رو نشون میده. اینجا جدیدترین توکن هاییه که لیست شده رو نشون میده. حالا ما با اینا کاری نداریم. میایم به سمت پایین، آیکون پایین. این آیکون پایینی که اینجا میبینید کیف پول هستش. ما وارد بخش کیف پول میشیم. اینجا نوشته که موجودی کل، ما از سمت بالا شروع کنیم. اینجا نوشته مرور کلی، اسپات، فیوچرز، وب 3. اصلا اینا چیه؟ مرور کلی میخواد بگه که ما چقدر توی موجودیمون پول داریم، USDT داریم، یا بهتره زبان خودمون بگم دلار داریم.